بحث پروتکل تهوع باید بیایم چک بکنیم ببینیم این تهوع در اثر تروما اتفاق افتاده یا نه. اگر در اثر تروما اتفاق افتاده بود پروتکل جامع برخورد با بیمار ترومایی را انجام بدیم و پروتکل ترومایی مربوطه، و اگر غیر علامت‌های تروما بود اجرای پروتکل جامع برخورد با بیمار غیر ترومایی را انجام میدیم. باید بیایم چک کنیم ببینیم این علت تهوع میتونه به خاطر آیا مشکلات قلبی یا تغییرات EKG به نفع ایسکمی هست، پس EKG 12 لیتر باید گرفته بشه. اجرای پروتکل ACS رو مد نظر قرار بدیم. توجه به کد 247 تو این قسمت لازمه. اگر خیر بود چیز دیگه که بخوایم چک کنیم بحث علائم CVA رو حتما باید تو بیمار چک بکنیم که اگر وجود داشته باشه اجرای پروتکل سکته مغزی یا توجه به کد 724 اینجا باید داشته باشیم، و اگر خیر باشه باید بیایم برای بیمار دارو بخوایم تزریق کنیم. اینجا میایم اوندانسترون 4 میلی گرم در بالغین، 15 میلی گرم در پر کیجی در کودکان آهسته وریدی، و یادمون باشه بررسی سایر علامت ها انجام بشه. 10-50 میکنیم اجرای دستورات و اجرای پروتکل مربوطه. راجع به بحث بررسی سایر علامت ها باید بیایم یکی یکی علامت هایی که تو قسمت سایر علامت ها نوشته شده رو بخوایم چک کنیم که این علامت ها به این صورت آیا مسمومیت، آیا گرمازدگی، آیا مشکلات گوارشی، گزش، افزایش ICP، مشکلات گوش داخلی، کتواسیدوزیس، عوارض دارویی، و آیا در اثر بارداری این موارد حالت تهوع وجود داره یا نه، که تک تک این علامت ها باید در بیمار بخواد چک بشه در حین انتقال یا در صحنه.